تو این شهر به دنیا آوردن بچه ممنوع شد. تا سالها هر بچه‌ای که توی این شهر به دنیا می اومد جای دست و پاش عوض شده بود. خیلی از نوزادان بعد از چند ماه می‌مردن. بعضیا که خوش‌شانس‌تر بودن معلول می‌شدن یا چشمشون رفته رفته نابینا می‌شد. اینجا هیروشیما بعد از انفجار بمب اتمه. جالبه بدونی بعد از انفجار هیروشیما فقط یه ساختمون سالم باقی موند و بقیه خونه‌ها کاملاً سوختن، به طوری که خلبان آمریکایی میگفت بوی گوشت سوخته مردم تا ارتفاع چند هزار پایی به مشامش میخورد. اونایی که بعد از انفجار زنده موندن بدنشون به شدت دچار سوختگی شده بود. بعضی از ژاپنیا ادعا میکنن توی هیروشیما مردم زنده به خاطر نبود غذا و آب گوشت مرده ها رو میخوردن، چون کسی به خاطر تشعشعات رادیواکتیو جرئت نمیکرد به این شهر کمک بفرسته. تا سالها بازسازی شهر زمان برد تا جایی که متوجه شدن 70% زیرساختای شهر با خاک یکسان شده. حالا جالبه بدونی اون بمبی که شهر هیروشیما رو نابود کرد و 273,000 نفر رو کشت فقط اندازه یه توپ تنیس بود. تازه مقدار زیادی از این بمب هم موقع انفجار فعال نشد و اونطوری مردم رو پودر کرد. امیدوارم هیچ وقت هیچ جا جنگ نشه. اگه با هم موافقی قلب پایین رو قرمز کن و برای تماشای دانستنی و حقایق پیج آنکو فکتو فالو کن.